میم ربسی دنیای دارم، روزگار میمره مهربان تره. اگه شادم اگه غمگین تو بدن همه سلام دوستان، به پیج فکرو خوش اومدین. میریم که درست کنیم یه شامی پوک خوشمزه رو. گوشت گوسالمون رو ضایعاتش رو جدا میکنیم، از جمله چربی و پوستهای نازکش رو به قطعات درشت خوردش رو میکنیم. داخل زودپز یا قابلمه به همراه یه عدد پیاز و مقدار آبی که روی گوشتا رو بگیره و زردچوبه میذاریم که بپزه تا آماده بشه برای مراحل بعدی پختمون. گوشتمون که پخته شد به این شکل در حدی که دست بزنیم حالت نرمی داشته باشه، به لپه های خیس خوردمون با همون آب و پیاز اضافه میکنیم. نخودمون هم میریزیم. پیاز، سیب زمینی و آب رو میریزیم در حدی که روی لپه ها رو بگیره. زردچوبه و دارچین هم اضافه میکنیم. درش رو میذاریم تا کاملا بپزه. خب دوستان، در اینجا مخلوط لپه و گوشتمون که کاملا پخته شد و آبش هم کشیده شد و اصلا آبی نباید داشته باشه چون خمیرمون رو شل میکنه. گوشتا رو جدا میکنیم و همونطور گرم با پشت چنگال لهشون میکنیم چون این گرما باعث میشه که خوب ریش بشه گوشتمون. بعد لپه هامونو با دنده ریز چرخپوش چرخش میکنیم. به این شکلی که میبینید و داخل ظرف بزرگتر انتقال میدیم. لپه و گوشتمون که نیمه گرمه، در چند مرحله گوشت رو به لپه ها اضافه میکنیم و خوب ماساژش میدیم. زیر رو میکنیم که کاملا مخلوط بشه. دوباره گوشت اضافه میکنیم، حسابی با پاشنه دستمون ماساژ میدیم که گوشت به خورد لپه ها بره و به شکل مویی بشه و نازک گوشتا و همچنین کشدار بشه مایه شامیمون. به این شکل بسیار لذیذتر هم میشه. به ماساژ دادن همچنان ادامه میدیم. ببینید مثل این گوشتی که میبینید کشدار نازک و مویی شده گوشتمون. از مایه شامیمون نیم کیلو جدا میکنیم و داخل زیپک ها قرار میدیم برای داخل فریزر. و هر نیم کیلو رو با یه دونه تخم مرغ درشت یا 2 تخم مرغ ریز سرخش میکنیم مثل این. الان موقع سرخ کردن شامی هست. نیم کیلو از خمیر شامیمون رو با مقداری بیکینگ پودر، زردچوبه، نمک و فلفل، تمایل داشتید کمی زعفران دم کرده اضافه میکنید. با یه عدد تخم مرغ، اگه تخم مرغمون کوچیک بود 2 تا اضافه میکنیم. خوب ورزش میدیم. کف دستمون پهنش میکنیم. باید ضخیم و بزرگ باشه. وسطش حفره ایجاد میکنیم. داخل روغن سرخ میکنیم. یک طرفش که سرخ شد برمیگردونیم و بعد نوش جان میکنیم.